سال 2026 سال ادامه نیست، بلکه سال عبور هست. عبور از هر آنچه که دیگه به شما خدمتی نمی‌کنه. امسال سالی نیست که همه رو راضی نگه داره و قرار نیست عادلانه رفتار کنه. سال 2026 سال حقیقت و واقعیت هست. این حقیقت میتونه برای یکی بسیار شیرین و آگاهی بخش باشه، برای یکی دردناک و ناراحت کننده، اما هر آنچه هست کاملا حقیقی و واقعی هست. درود بر شما عزیزان، ماریانا هستم و خیلی خوش آمدید به کانال یوتیوب معبد ماریانا. در این پادکست قصد دارم به سال 2026 میلادی بپردازم. بذارید از اینجا شروع کنم. امسال سال سختی هست، چه بخواید قبول کنید چه نخواید، اما صادق و رو راست خواهد بود با همه، به خصوص افراد و موقعیت هایی که نقاب بر چهره دارن و یا در زیر نقاب ها و نقش ها و نمایش ها خودشون رو قایم کردن و پنهانی نقش هایی رو ایفا میکنن. قرار هست تمام این نقاب ها بر زمین بیفته. اما چیزی که بسیار مهم هست این هست که صداقت امسال میتونه به بزرگترین و در واقع بهترین هدیه امسال برای همه تبدیل بشه. برای همه اونهایی که به دنبال صداقت، حقیقت، راستی و درستی هستند. بخوام واضح‌تر صحبت کنم با شما، امسال با هیچ کس شوخی نداره. فقط حقیقت هست و حقیقت هست و حقیقت و نه هیچ چیز دیگری. امسال همونطور که از جمع اعدادش مشخصه و جمع عددش یک هست، قرار هست یک فروپاشی، یک تحول، یک آغاز، یک شروع، یک تولد جدید، یک از نو رستن، یک جهش و یک شکوفایی تازه در خیلی از ابعاد، شاید حتی بشه به جرئت گفت در تمامی ابعاد زندگی، برای خیلی از افراد و یا همه، چه بخواید چه نخواید، در راه داشته باشه. این آغاز و تمام این پیشامدها و اتفاقات برای کسایی که خودشون رو از سالهای قبل یا حتی از همین لحظه آماده کردن و منتظر این تحول و نوآوری بودن، میتونه بسیار شیرین، دلچسب، متحول کننده و امید بخش باشه. و اما برای کسایی که قصد دارن همچنان به زندگی روتین پر از سم، پر از بی‌نظمی و پر از بی‌برنامگی خودشون ادامه بدن، برای کسایی که همیشه نشستن و فقط نظاره‌گر هستند، فقط منتظرن، فقط از بقیه انتظار دارن، سال بسیار سخت و در هم شکننده‌ای خواهد بود. هیچ چیز دیگه‌ای برای این افراد نمیتونه به شکل قبل باشه و خب این تحول و دگرگونی قطعاً نمیتونه برای این دسته از افراد خوشایند و دلچسب باشه. در کل امسال سالی نیست که شما فقط نظاره‌گر باشید و بخواید به راحتی از کنارش گذر کنید، نه از کنار خود این سال و نه از کنار تمامی رویدادها و پیشامدهاش. در واقع امسال سالی هست که در عین حالی که همه چیز وجود داره اما انگار وجود نداره و هیچ چیز مثل قبل نخواهد بود و خب این میتونه برای خیلی ها غیر قابل هضم، غیر قابل قبول و غیر قابل تحمل باشه. امسال در واقع سال کارماها و دارماها هست. این یعنی چی؟ یعنی اینکه سال کارمایی هست برای کسایی که برای خودشون کارما به وجود آوردن و سال دارمایی هست برای اشخاصی که کارماها رو بستند و کارماها رو پاک کردند. خلاصه که سال بسیار عمیقی به خصوص از لحاظ دارمایی خواهد بود. از لحاظ اقتصادی، اقتصاد جهانی ناپایدار اما تلنگر زننده و آگاه کننده خواهد شد. نوسانات هست. از لحاظ حکومتی، سیاسی و جوامع میتونه برای خیلی از سرزمین‌ها و حکومت‌ها سال بسیار سخت کارمایی باشه و خیلی از حکومت‌ها دوچار از همپاشیدگی خواهند شد و یا ساختار سیاسی اونها تغییر بسیار زیادی پیدا میکنه. ما در ایران هم جنگ رو تجربه خواهیم کرد. قرار هست نقاب‌های خیلی از حکومت‌ها و خیلی از حاکمین افتاده بشه، برداشته بشه و قرار هست مردان حکومتی و سیاستمدارانی سقوط بکنند.
و از طرفی ما شاهد حکومت‌های نو، جدید، مبتکرانه و خلاقانه خواهیم بود و از اونجایی که مردم و ملت‌ها آگاه شدن دیگه به هیچ عنوان سکوت نمی‌کنن، دیگه به هیچ عنوان زیر بار ظلم نخواهند رفت و این سکوت نکردن مردم و این زیر بار ظلم نرفتن مردم در واقع نقطه عطف و نقطه شکوفایی جهانی جدید، حکومتی جدید و ساختاری جدید از هر جهت برای مردم خواهد بود. در واقع بخوام واضح‌تر صحبت کنم، دنیا در حالتی میانه قرار میگیره، نه جنگ و نه صلح. یک چیز بینابین برای دنیا در سال 2026 به وجود خواهد آمد. قرار هست یک نظم برقرار بشه به این صورت که هر کس درست و دقیق بر سر جای خودش بنشینه. قرار هست که امسال هر کس، هر کدوم از شما خودش انتخاب کنه، خودش خلق کنه و خودش دنیای خودش رو، خلق خودش رو زندگی بکنه که خب این میتونه بسیار عالی باشه. در واقع یک جور نظم و انضباطی قرار هست حاکم بشه برای همه. از نظر سیاسی همونطور که پیشتر در گفته هم اشاره کردم، در سیاست هم هیچ چیز مثل قبل نخواهد بود و نمیشه که مثل قبل باشه. امسال سال تحول، دگرگونی و در واقع سال خلق معجزه است، سال شکوفایی و به بار نشستن معجزات هست، به خصوص برای آگاهان، خالقان و راهبران. ضمن اینکه راهبران باید بسیار حواس بدن، مراقبت کنند در خصوص رسالت، مأموریت و مسیری که قرار هست به پیش ببرن، گمراه نشن، نقش بازی نکنن، نقاب بر چهره نزنن و یا اگر نقاب بر چهره دارند این نقاب ها افتاده خواهد شد. کسایی که راهبر نیستند در جایگاه راهبر هستند، ولی کسایی که واقعا راهبر هستند بهتر مراقبت کنند و درگیر بازی ها نشن و راه و مسیر درست خودشون رو به پیش ببرن و راهبری بکنند. در غیر این صورت میتونه برای شما راهبران بسیار آسیب زننده باشه، افرادی که راهبر هستند در دنیا. برای خیلی ها معنا و مفهوم خانه، جایی که شما درش امنیت دارید، قرار هست دستخوش تغییر و تحولاتی بشه. برای خیلی ها جابجایی ها رخ خواهد داد، خیلی ها جابجایی هایی رو تجربه خواهند کرد، خیلی ها در این مسیر سقوط هایی رو تجربه می کنند و خیلی ها دستاوردهای خوبی قرار هست برای خودشون در این مسیر رقم بزنند. این جابجایی ها میتونه از یک خونه به خونه دیگه باشه، از یک شهر به یک شهر دیگه، از یک کشور به کشور دیگه، حتی از یک قاره به قاره دیگه، که خب این یکی از مهمترین موضوعات در سال 2026 برای افراد خواهد بود. جابجایی هایی که میتونه همونطور که گفتم در ابعاد بین المللی و جهانی هم باشه. هر گونه وابستگی و تبعیت کورکورانه، پیروی بدون آگاهی در سال جدید میتونه برای افراد بسیار 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 زیاد دردناک باشه. بنابراین مراقب باشید، با آگاهی و با دانش کامل قدم بردارید و تبعیت کنید. از لحاظ روابط فردی، عاطفی، خانوادگی، همکاری، کاری، روابطی که در کل سمی هستند، به درد نخور هست، به هم پیچیده است، داغون و کشنده هست، قرار هست پایان بپذیره. اگر در یک لوپ تکراری قرار گرفتید، قرار هست این روابط برای شما پایان بپذیره و یا تغییر ورژن بده. یعنی یا یک رابطه پایان پیدا میکنه، این پایان میتونه با طلاق و جدایی باشه، با از هم گسستگی باشه، میتونه تغییر وضعیت در رابطه باشه، میتونه آغاز سبک و روشی جدید از رابطه باشه، میتونه آغاز نوع جدید از یک رابطه باشه، میتونه تحولی باشه که در رابطه خود شما به وجود میارید و یا هر تغییر دیگری. در مسیر سلامت عمومی و بهداشت جهانی تغییراتی خواهیم داشت. اپیدمی های بین المللی به وجود خواهد آمد که خب این هم میتونه مهم و حائز اهمیت باشه. من به صورت جداگانه برای هر نشان فایل هایی رو آماده کردم، از هر منظر: روابط، خانواده، احساسی، عاطفی، شغلی، سلامتی، اقتصادی و کامل از تمام ابعاد بهش پرداخته شده. برای هر نشان بهتر هست هر نشانی که هستید هر 12 نشان رو با هم گوش بدید، چرا که این نشان ها حاوی اطلاعات، پیشگویی ها، هشدارها، پیامدها و موضوعاتی هست که برای همه نشان ها مفید و کاربردی خواهد بود.
و این رو بدونید که همه ماها به هم مرتبط هستند صرف نظر از اینکه شما در چه ماهی متولد شدید. سال جدید رو با آگاهی و دانش کافی آغاز کنید تا بتونید به بهترین شکل از اون استفاده کنید. با توجه به این نقشه راه امید دارم بیداری و آگاهی در همه سطوح برای هر کس که آماده هست رخ بده و هر کس هم که آماده نیست این نقشه راهی که در اختیارش میذارم امید دارم برای اون تلنگری باشه. امید دارم براتون مفید بوده باشه. این سال بر همه شما همایون باشه، چرا که امسال یکی از نقطه عطف‌های هزاران سال آینده است و از اونجایی که ما الان در واقع در دوران باستانی آینده هستیم مطمئن باشید تمامی این تحولات، تمامی این پیشامدها، تمامی این فروپاشی‌ها کاملا طبیعی هست و لازم هست و واجب. بنابراین پذیرا باشید و سعی کنید آگاهانه قدم بردارید. بی نهایت قدردان و سپاسگزار شما هستم که در کنار هم هستیم در این مسیر و آگاهانه با هم هستیم. از خودمون، از خانوادهمون و از عزیزانمون محافظت میکنیم. عزیز من تمام دنیا هست، هر کسی که من رو میشنوه، و همینطور سپاسگزار همه شما هستم از اینکه همراهید و امید دارم حال دل تک تک شما عزیزانم در هر کجا که هستید با هر شرایطی که هستید تا همیشه عالی 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 باشید.